الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الله سبحانه وتعالى برای که حضورتان تلاوت شد یکی از انسان‌های تاریخی، انسان نمونه، انسان بسیار بزرگی را اللہ تعالی مورد تذکر قرار داتا است و ابراهیم علیه السلام نے کہ جد الانبیاء ہمیں انبیاء بنی اسرائیل از نسل حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل که فرزند برومند و گرامیشون هستند، دو تا فرزند معروفن حضرت اسحاق و حضرت اسماعیل. از حضرت اسحاق حضرت یعقوب متولد شدند که پدر و فرزند اسحاق و یعقوب و ابراهیم که جدن همه انبیا بودند و بنی اسرائیل از نسل حضرت یعقوب انبیاء بنی اسرائیل و بنی اسرائیل خود اسرائیل حضرت یعقوب اینا نسل حضرت یعقوب. اما فرزند دیگر برومند و ارزشمند شد که حضرت اسماعیل حضرت رسول صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم از نسل حضرت اسماعیل از اسماعیل و هاجره و اسحاق از حضرت سارا هستند و خانم بزرگتر و اهلیه بزرگتر حضرت ابراهیم علیه السلام. چه انسانهای پاک، چه انسانهای بزرگ. اینجا اللہ تعالی ظرفیت حضرت ابراهیم را تذکر قرار داده که ابراهیم علیه السلام دارای چه ظرفیت کلام ہے
و دارای چه ظرفیت بزرگی بودند. ابراهیم الله تعالی می فرمایند امتی بودند که امت هم به معنای مقتدا میشه گرفت که ابراهیم مقتدا بودند، امام بودند، راهنما بودند، و امت به معنای همین امتی که ما یاد میکنیم و جماعت بزرگی است. ابراهیم الله تعالی، ابراهیم فردی بودند و شخصی بودند ولی ظرفیت یک امت را داشتند. اما ما میگیم که امت مسلمانی، امت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، چقدر این جمعیت بزرگی است، چقدر جمع بزرگی. اما ابراهیم الله تعالی به عنوان امت یاد میکنم که ابراهیم انقدر ظرفیتش بالا بود، شایستگیش بزرگ بود که ابراهیم یک امتی بود. گاهی فردا که الله تعالی نظر لطفش شامل حال نباشه و بالاخره یک انسانه، یک فرده، اما همه انسان وقتی که ظرفیتش بالا میره همه انسانه ولی یک امتی قرار میگیره. ابراهیم علیه السلام ظرفیت بالا داشت. این ظرفیت را ابراهیم علیه السلام از کجا بردن؟ ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا. ابراهیم فرمان بردار و تابعدار الله تعالی بودن با تمام وجود. فرمان بردار الله، اگر الله دستور دادن که فرزندشون، زن و فرزندشون از سرزمین فلسطین و او سرزمین برداره و بیارد بگذاره در مکه مکرمه، ابراهیم عمل میکنه. از شهر که به نام ابراهیم خلیل، جایی که ابراهیم خلیل زندگی میکردن، شهر الخلیل، از اون سرزمین برداره و بیاره در مکه مکرمه تنها بگذاره. یک زن و یک بچه شیرخوار را. و بعد ابراهیم علیه السلام دستور داده میشه که فرزندش اسماعیل را قربانی بکنه برای الله تعالی. دست فرزند را بگیره و بیاره در میدان منا که او را برای الله تعالی ذبح کنه و قربانی بکنه. و لحظه از این راه فرمانبرداری، از راه اطاعت، ابراهیم علیه السلام به اینجا میرسه. از راه خداشناسی و توحید ابراهیم به الله تعالی واصل میشه، به پروردگارش میرسه، به قرب پروردگار میرسه، به خداشناسی اعلا میرسه و ابراهیم ظرفیتش بزرگ میشه. و ابراهیم از اینکه به دین میرسه، به حقیقت دین و واقعیت دین و از تمام انحرافات و باطل بیزار میشه. و ابراهیم حق گراه است و به حق تن میده. صداقت و دیانت و ابراهیم و امانتداری ابراهیم و حق گرایی ابراهیم علیه السلام ظرفیت ابراهیم علیه السلام و چندین برابر میکنه. ابراهیم از اینجا دارای ظرفیت کلان میشه، دارای توانایی رهبری تا قیامت که مسیری را که ابراهیم حرکت میکنه و مسیری را که میبره، مسیر حق، صداقت، خداپرستی و دوری از باطل، فرار از باطل، گریز از باطل. ابراهیم چنان راهی را ترسیم میکنه
کہ تک قیامت قابل اتباع ہے. ای ظرفیت ابراہیم ہے کہ تک قیامت ہمیں ملتها و امتهای دنیا افتخار می کردن که خود را به ابراهیم نسبت بده. یهودیان می گفتن ما ابراهیم، نصارا می گفتن مسیح ما ابراهیم. مشرکین مکه، بودایای مکه می گفتن ما ابراهیمی. و اللہ می فرمایند کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی ہے، بر مسیر صحیح و مسیر حق و راه درست ابراهیم امت ما هست. ما كان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشركين. ان اولى الناس بابراهیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا. پیروان واقعی ابراهیم اونایی بودن که در حیات خودشون از او اطاعت کردن و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و امت ما ابراهیمی است. چنان ظرفیت کلان اللہ تعالی دادا و همین ظرفیت کلانا بعد اللہ تعالی ظرفیت کلان به حضرت هاجره خانواده ایشون دادا، به حضرت سارا خانواده دیگری ایشون دادا و اینها داره، این زنان داره چه ظرفیتی بودن، چقدر رشد کردن، چقدر ترقی کردن، چقدر ظرفیت کشف کردن. زنان هم استعداد دارن، شایستگی دارن. اگر استعدادشون شکوفا بشه و اگر علم و دانش کشف کنن، اگر هدایت و دین کشف کنن، زنان هم ظرفیت کشف میکنن و ظرفیت حاصل میکنن. میتوانن راهنما باشن، میتوانن الگو باشن، میتوانن نمونه باشن. و سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دارای چه ظرفیتی کلام ہے، ظرفیتی که تا قیامت همه ملتها و امتها نجاتشون در اقتدا به آن حضرت قرار میگیره، به عبادت آن حضرت، به اخلاق آن حضرت، به عدالت آن حضرت، به انصاف آن حضرت و به حق طلبی و حق برایی آن حضرت، به شجاعت آن حضرت، به سخاوت آن حضرت، به حق گویی آن حضرت. این ظرفیت او کسی که مقتدای، او کسی که راهنمای قومه، او کسی که رهبر جامعه هست. این ظرفیت کلان باید داشته باشه که همه مردم ببینه. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم همه مردم دیدن، در حیات خودشون کنیزها را دیدن، غلامها و بردها را دیدن، اسیران دیدن، یتیمان دیدن، ضعفا را دیدن. اللہ دستور داد که به ضعفا که زبان مطالبه ندارن، زبان گویای ندارن، تو با این ضعفا بشین و در جمیعین ها بلند باش، در جمیعین ها بشین. آن حضرت همه را دیدن. سلمان فارسی که در مدینه منوره خویشاوند نداشت، او را آن حضرت دیدن و از خانواده خود قرار دادن. بلال حبشی را دیدن، عمار بن یاسر را دیدن و یاسر را دیدن و صہیب رومی را دیدن. همه ضعفا را دیدن، همه مردم دیدن. انصاف حاکم کردن، عدالت حاکم کردن در هر زمینه که شما بخواهید. آن حضرت الگوان، نمونه و زن و بچه ها با چه اخلاق رفتار کردن. اخلاق آن حضرت، سعی صدر آن حضرت، دوراندیشی آن حضرت، وسعت نظر آن حضرت.
شما در هر زمینه ای که نگاه کنید آن حضرت الگو برای شما هستند، برای جهانیان. و امامت اینه و راهنمایی و رهبری ملت و قوم که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، صحابه کرام بعد که خلفای راشدین به منهاج آن حضرت حکومت کردن. چه حکومتی؟ حکومتشون الگو بود. سیدنا علی رضی الله تعالی، زنان برهیخته مدینه منوره، زنان نخبه مدینه منوره در چه ظرفیتی بودن؟ حضرت زهرا چه ظرفیت کلانی کسب کردن که این روزها ولادت حضرت زهرا رضی الله تعالی عنها است. زهرا که حضرت او را سیده و بیبی زنان جنت فرمودند. چه ظرفیتی کلانه، این ظرفیت از پدر گرامیشون یاد گرفتن. حضرت علی از آن حضرت این ظرفیت کسب کرد. خلفای راشدین، صحابه کرام، اهل بیت آن حضرت همه شاگردی آن حضرت کردن و از آن حضرت اخلاق و انسانیت و عدالت و انصاف و همه چیز از آن حضرت صلی الله علیه وسلم کسب کردن. و اگر ما نگاه کنیم به پروردگارمون، به ربمون نگاه کنیم که تمام جهان آفریده و کل عالم و جهان مدیریت میکنه، همه را میبینه، همه انسان ها را نه، جن ها را، فرشتگان را، تمام حیوانات را، تمام جمادات را، تمام نباتات را، همه عالم و جهان الله زیر نظر الله همه را میبینه، به همه روزی میرسانه، به همه پروردگار به هیچ موجود یک ذره ظلم نمی کنه. انصاف، گسترش عدالت، همه زیر سایه رحمت پروردگار قرار دارن، همه را میبینه، میشنوه. پروردگار بیداره و همه وقت نگاهش به خلقش هست که خلق مخلوق من مورد ظلم قرار نگیره. مخلوق من، بنده من، مخلوق من اگر من فریاد بکنه من به فریاد او رسیدگی کنم. و لحاظا مهمه که حاکم هر کس باشه و حکومت به همه مردم نگاه کنه، همه مردم ببینه، به خواسته های اینها، به درد اینها، به مصیبت اینها، به فقر اینها، مشکلات اینها. حاکم باید بیدار باشه. نمیگم که نخواب، انسان نیاز به خواب داره، ولی به نیازش بخوابد و نگاهش به تنها یک گروه نباشه، به یک کس نباشه. حاکم حاکم همه است، همه ملت ببینه، دوست ببینه، مخالف ببینه، منتقد ببینه و خواسته همه را مورد توجه قرار بده، به درد همه رسیدگی بکنه. و کسی که حاکم را فریاد میکنه برای مشکلش، ظلم بر سری اوست، حاکم به او باید رسیدگی بکنه. مهم هست ای که الله کسی را این نعمت عنایت کنه و مورد آزمایش قرار بده با حکومت که بر بندگان خدا حاکم باشد و او عدالت بکنه، عدل بکنه و در حکومت خود اجازه نده به کسی ظلم بشه، کسی به ناحق کشته بشه،
کسی زده بشه، کسی به انصافی بشه و دردهای اینها رسیدگی بکنه، مهمه. و الله تعالی روز قیامت درجه‌ای که عنایت میکنه به حاکمان عادل که عدل میکنن، برای مردم قلبشون میتپه و ترحم دارن بر ملت. روز قیامت اون حاکم الله درجه عنایت میکنه که کسی دیگری را کمتر کسی را نصیب میکنه. دعای این حاکم قبول میشه که حاکم عادله، فضیلتش خیلی آمد. و اما اگر حاکم نرسته، حاکم رسیدگی نکنه، همین اندازه که حاکم عادل اجر میبره و ثواب میبره، اگر به ملت رسیدگی نشه، به داد مردم رسیدگی نکنه، به فریاد مردم توجه نکنه، نشتابه به داد ملتش، همین اندازه مسئولیتش نزد خدا سنگینه و گناهش هم همین اندازه سنگینه. امروز توی کشور ما به هر حال اعتراضات مردم زیاد شده توی کشور ما و اضطراب پیدا شده در من مردم، استرس پیدا شده و اینها همه از مشکلات هم که در کشور به وجود آمدن، از آن جمله فقر و گرسنگی هست و این که پولشون کاسد شده، بی ارزش شده است و این که درآمدها یشون از بین رفته و کفافشون نمی کنه، این که گرانی تورم و مردم را به سر و صدا در آورده. مردم خواهان آزادی هستند و میگن که آزادی لازمه نداره. اعتراض اگر بکنن با مشکلات مواجه میشن، اگر انتقاد کنن برای اونها تبعات داره. و نویسندگان، روزنامه نگاران، احزاب، سیاست مداران و طیفهای مختلفی که در کشور موجودن، زنان شاکیه، جوانان شکایت داره، همه طیفها به نوعی به مشکل گرفتاران و فریاد مشکل میکنن و این اختلافاتی که امروز به وجود آمده یک اختلافات داخلی است و یک واقعیت است، یک حقیقت است. مردم مشکل دارن، در بیان مردمیم و میبینیم واقعا مشکلات مردم با چشم، نمیشه مشکلات نفع کرد، نمیشه پریشانی تنها مشکلات اقتصادی تنها نیست، در خیلی زمینه های دیگر مشکلات موجوده. و لحاظا این مشکلات مقدار فراگیر وسیع و این راه حل این مشکلات تنها گفتمان، بهترین راه حل مشکلات مذاکره است. راه برون رفت سرکوب نیست، راه من برون رفت آقا زندان نیست، راه برون رفت اعدام نیست. همه ما ایرانیم، همه ملت ایرانن، اینا مردم خودمون هستن، اینا جوانان خود ما هستن، اینا نسل جدیدن که از همین دانشگاه فارغ شدند، از همین مدارس آموزش و پرورش تعلیم حاصل کردن، زیر دست خودمون تعلیم حاصل کردن، جای دیگه که درس نخوندن مشکل دارن، دانشگاهیان و اقواما، مذاهبا، ادیانا
ایران، کشور ایران یک کشوری که از تنوعات گسترده برخوردار است. شاید کمتر کشوری باشه که اینقدر تنوع داشته باشه. زبان ما یک دیگران نمیفهمیم. بسیاری زبانها که صحبت میکنم یه حرف متوجه نمیشه. ولهذا اینها را همه دیدن، به همه رسیدگی کردن، عدالت را بر همه اجرا کردن و اینها را مساوی قرار دادن. حقوقشون مساویه، رسیدگی خیلی مهمه. لہذا بهترین راه نشسته بشینید بزرگان مسئولان نظام، بشینید با دانشگاهیان، بشینید با نخبگان، بشینید با فرهیختگان، بشینید با سیاسیون. اینا سیاسی هستند که مسائل میتونه حل کنند. اینا نخبگانند. با علما بشینید، با زنان بشینید، با جوانان بشینید، ببینید چه حرفی دارن. تغییرات میخواهند. کشور راه برون رفت و راه حل این اختلاف که من عرض کردم این داخلیه، در میان خود ما هست. راه برون رفت مذاکره، گفتمان و تغییرات ژرفه، تغییرات بزرگ است. در زمینه های مختلف تغییرات بیاید، تغییرات بزرگ میخواهد که مشکلات حل بشه. راه حل داره، علاج داره، دید وسیع و نظر بلند میخواهد. اینا مردم خودمون هستن، اینا مال من و شما مردم. اینا از کشور دیگه نیستن، خارجی نیستن. نقصان اینا مال خودمون، ضرر اینا مال خودمان، نفع اینا مال خودمان. با اینا بشینیم مذاکره بکنیم. این مسئله با صاف بنده بگم با قوه قضایی حل نمیشه. قضایی و قضایی با اینها حل نمیشه. نه یک بوده کار میکنن. اینها با سیاستمداران، با نخبگان، با بزرگان قوم، با دوستان، با منتقدان و با مخالفان حل میشه. با مخالفان بشینید، با منتقدان بشینید، کسانی که انتقاد دارن، با صاحب نظران بشینید. این مسئله از راه سیاسی، از راه گفتمان حل میشه. نه ائمه جمعه و خطبا میتونه این مسئله را حل کنن با سخنرانی، با واعظ، با تبیین، و نه این با مدهان حل میشه. این با صاحب، حالا اینا هر یکی کاری داره. خطبا بالاخره یک کاری دارند، کارشون انجام میدن. مدهان، شعرا، ادبا کار دیگه دارن، واعظان دیگه کاری میکنن. اینجا نیاز به مغزای متفکره، نیاز به اندیشمندانه، نیاز به نخبگانه، نیاز به صاحبان تجربه و افراد دلسوزه. با اینها بشینید، با اینها بشینیم من و شما و کسی است اختلافی است و اختلاف و حل و فصل کنیم. و تغییراتی که خواست ملت است و مردم میخواهند، ملت ایران میخواهد، ملت خودتون میخواهد، خودمون میخواهد، این تغییرات حاصل میشه. و روی این مهم هست. ما خیر خواهیم، ما عزت ایران میخواهیم، ما عزت ملت ایران میخواهیم.
ما روی انسانیت فکر میکنیم. برای همه ایرانیان از هر تباره، از هر قومه، از هر قشر ایرانی هستند، ما برایشون دلسوزیم. ما بر روی انسانیت فکر میکنیم و برای همه کاری از دست ما نشود. برای همه انسانیت وظیفه ما هست که دلسوزی بکنیم. دین اسلام به ما تعلیم داده، حضرت رسول به ما تعلیم داده که ما دلسوز باشیم. کاری از دست ما نشه، اشک بچکانیم و گریه کنیم، دعای بکنیم. ما روی مسئله عقیده فکر نمی کنیم، ما روی اهل سنت فکر نمی کنیم، ما روی قوم فکر نمی کنیم. ما روی برای همه انسان و انسانیت وظیفه ما دلسوزی بکنیم. این همون تعلیمی که من بنده یاد کردم که از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم گرفتیم. ما باید خودمون را وصل کنیم با حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، خود را وصل کنیم با ابراهیم علیه السلام، خود را وصل بکنیم به رب العالمین، این کتاب خدا و تعلیم بندگانش و فرستادگانش. انبیاء و رسول جلوی ما هست. از راه اتباع و فرمانبرداری به این روی فکر میکنیم. ما خیرخواه همه مردم ایرانیم، همه ملت ایرانیم و خودمون را مربوط به همه شما میدانیم. شما را، همه تون را از خودمون میدانیم. ما بیگانه نداریم اینجا، همه خودیم و خیرخواهیم. اگر یک ایرانی کشته بشه، از هر طیف و تبار باشه، از ما رفته. و اگر این جوانها برن زندان و کتک بخورند و تنبیه بشن، عقده میشن، اینه در دلشون عقده باقی میمونه. این دانش آموزن، دانشجوان، جوانان و غرور دارن، عزت نفسی دارن. غرورشون شکسته نشه، عزت نفسشون شکسته نشه، نسبت به اینا بیمیری انجام نگیره. زنان معترضن، با اینا برخورد نشه. زنان قابل رحمت، اینا همه دختران شما هستند، دختران حاکمان، دختران همه ما هستند، دختران ملتن. و به اینها ترحم بشه، به همه خلق خدا ترحم بشه. ما روی امنیت ایران فکر میکنیم و برای همین خاطر از هر طیف بمیره ما نگران میشیم. مأمور کشته میشه، جای سرباز کشته میشه، ما نگرانیم. این هم مال ما هم و برای همین خاطر توصیه میکنیم به امنیت. میگه اعتراضی اگر کسی داره، اعتراض سالم، ما میگیم که قانونی هست و در عرف همه قوانین بین المللی موجوده، ولی به زدن و کشتن و بستن ما اعتقادی نداریم. و توصیه میکنیم به همه که امنیت کشور را رعایت کنن و کسی را نکشه، کسی راهی را نبنده کسی. و همه ما باید روی مسئله گفتمان بیاییم. مسئولان محترم بیان، ظاهر بشینن، بزرگان، سیاستمداران، مسئولان سیاسی بشینن. این کار مال اونهاست. بیان بشینن با مردم حرفشون گوش کنن و بشنون و نه عموم مردم بلکه نخبگان مردم، اونهایی که مسائل در تمام ابعاد مشکلات میدونن. و ما امیدواریم که این مشکلات الله تعالی حل بکنه و
مولانا گرگیز حافظه الله یکی از استاد تفسیری، واقعا خیلی تجربیات بزرگی در تفسیر داره و الله تعالی بهشو احسان کرده در تفسیر، خیلی مهارت کسب کرده و هزاران شاگرد از ایشون فیض حاصل کردن و ایشون یکی از علمای برجسته علمای عالم فهیمی است، دلسوز کشور خرقای کشور، حرف میزنه ولی حرفش ناصحانه است، تخریب نمی کنه. حرفهای ما که میزنیم تخریب نیست. خیلی جاهای دنیا به این حرفها که ناصحانه و خیرخواهانه است به این تشویق میکنن و برای این که او نمازی داده، بعد از یک سالی که بالاخره نماز نداده، نمازی داده احضار میشه یا به دادگاه، بالاخره واقعا جای گلمندی هست، شایسته چنان عالم دلسوز احضار به دادگاه ویژه روحانیت نیست. مسائل عصرش گفتمانه، بشینی صحبت کنی، علما را بپرستی صحبت کنن، سیاستمداران را بپرستی صحبت بکنن و برن که حرف هم شما برای گفتمان توصیه ما یک مرتبه عزیزی گفت که ما گفته که حرف گفتن شما حرف میزنی، حرفا را ما 30 ساله که میزنیم سر منبر اینا، از امروز نیست، از 30 ساله که اینجا حرفا حالا در گذشته در یک قالب نرمتر بیان شدن، الان شرایط متغیر شده واضح‌تر بیان میشن. گفته شما یه حرفا را میزنید، من گفته که حرفا را منبر نزنید، کجا بزنید؟ رئیس جمهور ملاقات نمیده، فلان مسئول ملاقات نمیده، بزرگان ملاقات نمیدن، به کی حرفا را بزنید؟ گفتم با ما بزنید. یه از یک مسئولان امنیتی بود و یا نظامی بود، من گفتم که شما که پلیس هستید، نظامی، گفتگو باید به افراد سیاسی انجام بگیرید و رسمش همینه توی دنیا. وقتی در بر ما باز نشه، من یک اعتقاد کرد که شما نامه می نویسید به بعض بزرگان و بعد این نامه را شما سرکشاده می کنید و میدید به رسانه ها. گلایه کرد، من گفتم که بله من قصدن این کار می کنم، به خود حق میدن چون که نامه ما جواب نمیدن. اگر مسئولان رده بالا نامه را جواب بدن، نیاز نیست که ما این را رسانه‌ای بکنیم. وقتی جواب نمیدن ما مجبور میشن رسانه‌ای بکنیم. اگر مسئولان بشینن، بزرگان قوم مسائل حل کنن، نیاز نیست که ما سر منبر به حرف بزنیم. ما یه حرفا را میزنیم که درد مردمان و بهرحال ما معاهده کردیم، وظیفه من است که مردمی باشیم، در کنار مردم باشیم، با همین مردم زندگی کنیم، با همین مردم بمیریم. نه با تنهای مردمه، بلکه مردم، همه مردم کشور، همه مردم، همه زنان و جوانان و همه طیفه. ما بالاخره حرف اگر میزنیم ناصحانه هست، خیرخواهانه هست، مسائل علاج داره، چرا به علاجش فکر نمی کنید؟ به علاجش فکر کنید، به این مسائل بشینید و اینطور نباشه که مسئولان خودشون نیاید، بفرستن کسانی را که با اونا نمیشه حرف زد. بالاخره شما نمیتونی حرفتون با یک قاضی بزنی، نمیتونی حرف با یک نظامی بزنی، چون حرف با یک مسئول سیاسی بزنی. و
اینها باید بیاین در میان مردم بشینند، حرف مردم گوش کنند و مسائل حل بشه. الله تعالی توفیق. امروز سردی فوق العاده هست و قرار بود که ما زودتر نماز بخونیم و ما امیدواریم که مسائل از پنجره و دریچه وسیع‌تری دیده بشه و دورتر ما نگه بکنیم، دوراندیشی باشه. و من توصیه میکنم که کسانی که حرف میزنن گاهی و صحبتی هست توهین نکنم. به رسانه ها هم من توصیم همینه که توهین نکنم به کسی و رعایت کنم. مسائل کسی داره روی استدلال، روی منطقی، حتی کسی رجای شعاری هم میده، هم مشکلات شعار بده و با حرف آزادی را بزنه، حرف عدالت را بزنه، حرف اقتصاد را بزنه، حرف آبادانی را بزنه و به شخصیت ها بزرگان قوم توهین نباشه. و این اعتقاد ما هست، این نیست که سیاست ما نیست، این اعتقاد ما. اخلاق خیلی مهمه، ما مسائل اخلاقی رعایت کنیم. ما با مسائل اخلاقی دنیا را میتونیم فتح بکنیم. مسلمان فتح کردن با عدالت، دنیا را مسلمان فتح کردن با حق گرایی، با صداقت، با امانت داری و به خودمون اجازه نمیدیم یک سر مو از حق تجاوز کنیم. از صداقت اگر یک حرف صادقانه نباشه به ما تذکر بدن، واقعیت داشته باشه، ما اصلاح میکنیم. او بنده خدایی که مسجد مکی را زرار گفته بود و این سبحان الله تعجب کردیم که چگونه کسی جرأت کنه ادعای اسلامی داشته باشه و خانه خدا را زرار بده. مسجدی که در مدینه منافقین ساختن که پایگاهی بود علیه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، علیه دین اسلام، آن حضرت او را مسجد زرار نگفتن. آن حضرت فرمودن من میایم از سفر که برگشتم تبوک میان نماز میخوانم. گفته شو بیا نماز بخون، افتتاح بشه این مسجد. اما در برگشت این آیات نازل شد که این مسجد بر دشمنی ساخته شده، دشمنی اسلام، مخالفت خدا و رسول ساخته شده است. شما میدانید که مسجد مکی را با چه نیت اساس گذاری کردن حضرت علامه مولانا عبدالعزیز رحمه الله تعالی؟ برای بندگی الله. نظر هیچ ملتی در نظر نبوده، نه دولت نه ملت، بلکه این برای الله این خش گذاشته شده و گریه شده، تضرع و زاری شده، استخاره شده و این اساس گذاشته شده است. و من یک وقت گفتم که مکی انشاءالله به کعبه وصله و به مکه وصله. اینجا بغیر از خیر مسلمانان، خیر همه مردم، اینجا فکر نمیشه. اینجا فکر شیعه و سنی نیست، اینجا فکر جهان اسلام، مسلمانان، امت واحده که همه مسلمان امت. اینجا فکر برای انسانیت میشه، فکر تنها برای مسلمانان نیست. و این مسجد را که به تقوا بنا شده است، کسی این را زرار بگه جواب خدا را چه میده؟ و ما امیدواریم که کسانی که حرف میزنن بفهمند و حرف بزنن، بدانند که چه میگه.
الله تعالى به همه توفیق عمل عنایت کنه و صلی الله علی سیدنا